سلام به عشقای گلم. امروز آمدیم با یک کیک زیبای دیگه خدمت شما دوستان عزیزان. قالبی که میبینید باید به ضلع‌های خیلی مساوی تقسیم شده باشه. موادمون رو به صورت مساوی به نیم میلی سیلیسیوم به هر رنگی که خواستید اضافه میکنید. مایه اول کرم، مایه دوم کرم کمرنگ و کرم سیاه سوخته که 3 لایه رو با هم حالا یکم ماساژ میدیم که قشنگ پلاستیکمون در بیاد. حالا قالب کیکمون رو در میاریم در این لحظه زیبا. وای که چه اثر هنری زیبایی شد، ماشاءالله. ضلعای 120 ضلعیه. حالا از بقالی خونتون هرچی شکلات و محتویات قشنگ دیدید خریداری میکنید. حالا میچرخونیش که زیبای شاهکار میبینید. دوستان عزیز، من زحمت کشیدم، ساب لایک یادتون نره، لایک کنید، نامرد روزگاری نگین. حالا با بیلا